وارن بافت میگه 2 قانون اساسی رو تو بازارهای مالی حتما رعایت کن. اول، پول از دست نده و دوم، قانون مورد اول رو فراموش نکن. متاسفانه تو بازار ارز دیجیتال خیلی ها به خاطر کلاهبردارها پول از دست میدن. راهکار چیه؟ این که اطلاعاتتو ببری بالا. صرافی ارز دیجیتال بیگ تتر همراهته تا کلاه سرت نره. امروز با مفهوم TXID کنارتیم. همراهمون باش. یکی از شگردهای کلاهبرداری تو دنیای رمزارزها اینه که بهت میگن آقای فلانی X مقدار ارز ریختیم به ولتت و بهت یه اسکرین شات از واریزشون هم میدن. تو هم خدمات یا کالات رو تو همین لحظه به طرف مقابل میدی و سرت کلاه میره. اما اگر اطلاعاتت کامل باشه درخواست شماره پیگیری تراکنش رو میکنی و اون شماره TXID رو با توجه به شبکه مربوطه میزنی تو وبسایت هایی که رهگیری های کاملی رو بهت نشون میدن. تو قسمت توضیحات انواع شبکه و آدرس های مختلف مرورگرهای بلاکچین رو نوشتم برات. حالا اگر تراکنش جعلی باشه این سایت ها هیچ چیزی بهت نشون نمیدن و اگر معتبر باشه تمام جزئیات تراکنشت رو کامل و بدون هیچ رمز و پسوردی میتونی ببینی. اگر بخوام ساده بگم و قابل درک، انگار توی یه لحظه اراده میکنی و به تمام واریز برداشت هایی که توی بانک ها داره رقم میخوره دست پیدا میکنی. یکی از زیبایی های بلاکچین شفاف بودن همین نقل و انتقالات مالیه که باعث میشه تمام کلاهبرداری ها توی این زمینه به حداقل خودشون برسن. به TXID هش تراکنش، TXN، TX هش و ترانزکشن آیدی هم گفته میشه. همشون به معنای شناسه تراکنش شما در بلاکچین هستن. بعضی وقتا بعد از سرچ TXID تو مرورگر مورد نظرت با عبارت پندینگ ممکنه مواجه بشی. این به معنی این هست که تراکنشت در حال انجامه و کامل نشده. اگر کامل بشه حتما عبارت کامپلیتد رو میبینی. تو ویدئوی بعدی راجع به شبکه‌های مختلف، توکن ها و کوین ها بهت توضیح میدم. پس حتما کانال یوتیوب صرافی ارز دیجیتال بیگ تتر رو سابسکرایب کن که جا نمونی.